اما اولین رکن اسلام عبارت از کلمه شهادت بود. پس از او خاطر هر کسی که در دایره نظام الهی داخل میشه ضروری است که این کلمه را بخوانه و معنا و مقصد کلمه را بدانه. تا که معنا و مقصد کلمه را ندانسته باشه محض گفتن به مثل توتی واری هم کفایت نمیکنه. کلمه که ما و شما میخوانیم و داخل دایره اسلام میشیم دو جمله داره، یکیش لا اله الا الله و دیگیش محمد رسول الله است. با دهان خود انداختن و او را شور دادن و پس او را کشیدن، این را مزمزه میگن. و در مورد استنشاق هم امر شده که بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. در استنشاق خوب مبالغه بکن، خوب آب کش کو مگر در صورتی که روزه باشی. و دوست خود گفت لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین نباش که الله با ماست. ده این اینجا الله متعال میگه انزل الله سکینته علیه و الله متعال سکینه خود بر از اونها را نازل کرد و ایده و اونها را تایید کرد بجنود لم تروها، با لشکریانی که دیده نمیشن و جعل کلمه الذين كفروا السفلى و الله متعال کلمه کسانی را که کافر شدند پایین گردانیده و کلمه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصدق. در جنت برای دخترهایی که ازدواج نکردن در جای شوهر چی برایشان می باشد که قبل از ازدواج وفات کرده؟ الله برای شوهرها را پیدا میکنه. مثل که وا بی شوهر است جوانای بی زن آموزه می باشد که الله برش وارد مقرر میکنه. و هر چیز عالم است. این دوم نعمت هم میگه یاد کنین. چه کفر میکنین، شرک میکنین. ذاتی که بر شما زمین آفرید و زمین هم به منفعت شما جور کرد نوار. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تو از نفس من خبر داری چی اراده دارم چی مقصد دارم. بی بی عیسی علیه السلام حتی اراده قلبی خود به الله پیش میکنه که یا الله با زبان خو هیچ نگفتیم، حتی اراده ازی نیتی ازی از ما صادر نشده که ما اراده ازی گر داشته باشیم. چرا تو از نفس ما میدونی؟ غرباء صاروا بيننا غرباء عاشوا دنيانا غرباء صاروا بيننا غرباء عافوا عيشنا غرباء تهفو نفوسهم نحو السماء غرباء عافوا عيشنا غرباء.